نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. و از تو درباره نزدیکی با همسران در عادت ماهانه سؤال می کنند. بگو این عمل سبب رنج و زیان است، پس در دوران قاعدگی زنان از آنها کناره بگیرید و تا پاک نشده اند با آنها نزدیکی نکنید و هنگامی که پاک شدند از آنجا که الله به شما اجازه داده با آنان نزدیکی نمایید. همانا الله توبه کنندگان و جویندگان پاکی را دوست دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.